در دنیای کسب و کار آلمان شناخت تفاوت‌های اساسی بین قانون مدنی و قانون تجارت اولین قدم برای هر کارآفرین است. اما واقعاً این دو قانون چه تفاوتی با هم دارند؟ قانون مدنی بیشتر افراد عادی را شامل می‌شود، اما با ورود به دنیای حرفهای قانون تجارت با قواعد خاص و جدی‌تر خود سر راه شما قرار می‌گیرد. یک مثال ساده، در قانون مدنی سکوت علامت رضایت نیست. اما در تجارت گاهی همین سکوت می‌تواند یک قرارداد الزام‌آور ایجاد کند. دنیای تجارت قانون تاییدیه تجاری را دارد، یعنی اگر پس از توافقی تلفنی طرف مقابل ایمیلی ارسال کند و شما پاسخ ندهید، این سکوت می‌تواند به معنای پذیرش باشد. بیایید با ساده‌ترین نوع شراکت شروع کنیم، شرکت مدنی که طبق قانون مدنی اداره می‌شود. دو نفر یا چند نفر با هم برای هدفی مشترک همکاری می‌کنند. اما مهم است بدانید که در شرکت مدنی مسئولیت شرکا نامحدود است و آنها با همه دارایی شخصی خود پاسخگو هستند. اگر کسب و کارتان رشد کند، وارد محیط شرکت تضامنی تجاری می‌شوید. اینجا باید شرکت را در دفتر ثبت تجاری ثبت کنید. در شرکت تضامنی تجاری هم شرکا مسئولیت نامحدود دارند، اما اعتبار و جایگاه تجاری بالاتری نسبت به شرکت مدنی به دست می‌آورند. برای کسب و کارهای بزرگتر نوع دیگری از شرکت‌ها وجود دارد، شرکت‌های سهامی مانند آگ. در این شرکت‌ها مسئولیت سهامداران محدود به میزان سرمایه آنها است. تفاوت کلیدی آگ با شرکت‌های قبلی در جدایی هویت شرکت و افراد است. این شرکت نیاز به سرمایه زیاد و قوانین پیچیده‌تری دارد. انتخاب شکل مناسب شرکت به اندازه شناخت قوانین مهم است. زیرا هر نوع شرکت فرصت‌ها و ریسک‌های خاص خود را دارد. اگر می‌خواهید در آلمان کسب و کاری موفق داشته باشید، باید قانون تجارت را جدی بگیرید و انتخابی هوشمندانه درباره نوع شرکتتان داشته باشید.